سخن در دوستان خواهش کردن که با سخن با اکوی دوست مراد بگیم. سلامت باشم. هیچ شوقی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. بازم برنامه ما دوام دارد از شهر دنغره. دوستان عزیز، نفرانی که برنامه را تماشا کردن آگاهند، نفرانی که تماشا نکردن در اینجا نوروزی رفته ایستاده است. البته که نابیناها، معیوبها در این شهرک دنغره اساسیت بلاگران تاجیک با دستگیری با دیگر چندین برادرها همین بزمی نوروزی را مخصوص در شهرک دنغره برپا کردیم. یک جای می‌داریم دیدن می‌کنیم خرم شهر دنغره. انا دوستان عزیز رفتن می‌گیریم. همین اگه می‌دونین که من پرامو افیرم این اینجا در دوست عزیز من منصور نعمت در اینجا خوش آمدید به دنغره ما. زنده و سربلند باشی. خب همون تاجیکان هجامه را می‌دونیم. انا که با بغض از تاجیکان هجامه با هستی که авиакас хидмо ҳастад тоҷикон айр нархҳоро дар дигар авиакасҳо бинен, баъд аз мо харидорӣ кунен. 3-1-00-16 будан 3-1-00-16 будан ватсапа дурои нархҳои чипторо бинен. медонем ки мо чихе нархҳоро дар болош хе пули кам намемонем. як бор дурои ҳамин қашам медонем ки дар хизмати халқай. ҳамин акай мансур қати агар алоқа да буроин иншоалло ки ёрдамтон мекунад бо моро раҳмат бигин. ҳазор раҳмат биё марҳамат кем будем. ҳозирроз меже. یک جای میریم دیدن میکنیم با برادرای عزیز. خب یک جای دوست عزیز میدرویم نوروزی این وطنی که ما شما در کنار خود گرفته به این کلاها رسانیده است. بگذار که تنجو امانی در وطن عزیز ما و شما حکم فرما باشد و ما و شما توانیم که با صداقت با رفاقت برای همین وطن بی اشتباهات، برای همین وطنی که بعد 1100 سال برای ما و شما این دولت، این ملت که با نام ملت تاجیک در عرصه بین‌المللی شناخته شد و با نام جمهوری تاجیکستان با زحمت‌های شبانه‌روز محترم جناب عالی در بین زیاده از 200 دولت دنیا که عضو کمیته سازمان ملل متحد هستند، ما و شما را با نام جمهوری تاجیکستان و با زحمت‌های شبانه‌روزی سیاستمدار عرصه بین‌المللی محترم جناب عالی میشناسم. من باوری کامل دارم که این وطن با این جوانمردان، با این شخصان سخاوت پیشه به کلاهای بلندترین رفتن میرسیم و تنجو امانی در وطن عزیزمان. اینجا خدی سانتودان اومدن، اینجا سانتودان. اوشون. سلام علیکم. سوزتی یکارت. اخ بخشه که با اشتو سوزتی. بشه من سیانکا کردم با حضور بشه من باور سوزتی خوشم. همه چیزا رحمت شدم براش. رحمت. با حضور بشه داری صحبت میکنی. بار دیگر روز بین‌المللی و یکایک شما مبارک و فرخنده باشد. همدیاران عزیز خوش آمدید. و این چیزی که من اینجا خرید نکردم اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان که ما در روزی سال نو بود آنها سهم گذاشته بودند و آنها نیز بواسطه در همه چهاربینی‌های نویوی دستگیر و مددگار ما هستند. اینجا نیز آنها نیز سهمگذار هستند. من اظهار و سپاس می‌نمایم خویش و برابریت اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان رساندنی هستند. بار دیگر نوروز بین‌المللی و خانه شما و تاجیکستان عزیز ما صلح و ثبات را پایانداز بگرداند. سلامت سربلند باشید. تشکر می‌کنم عزیز. بار دیگر قدومی یک شما رو با این طور خیر مقدم میگیم. خودی رئیسی اساسی بلاگرای تاجیکستان در اینجا حضور دارن که خودی اکای بختیار مجیدوف هستن. یک خاصک می‌زنیم با اختیاری اکای بختیار جان که همین سهمی به اندازه اخشان در اینجا گذاشتن. بسیاری می‌نداریگی به پایانی خود را بار دیگر می‌رسانیم به همه جوانمردان. صدقاً خوش آمدن. قدماتون نوری دیده تاج بر سر.
در اینجا بسیارم از نومی خودی بلوگرانی تاجیکستان برادر عزیز میخوان یک دو سخن گویند که میجان یک قصه بزنیم به خاطر میجان. با عرض سلام و ادب و احترام حاضرین گرامی و مهمانان عالی قدر، نوروز همه شما را صلوات تبریک می‌نمایم. چگونه که رئیسم قید کردند که پیشوای معظم ملت دائم تاکید میکند که کمک از معیوبان و کمبزاعت‌ها کنید. ما نیز از طرف اساسیه بلوگران با کمک شما آمدیم. معیوبی در تن است نه در قلب. قلبی که امید دارد او بهتر از 1000 بدن است. خب بار دیگر نوروزتان مبارک باشد. سخن را زیاد نمیکنیم، اینجا مهمانان زیاد هستند. تشکر میگیم. باز هم سخن با اکوی دوست مراد میگیم. سلامت باشم. تشکر زیاد. من چی گفتنیم؟ نوروز مبارک باشد. همه سخنان را رئیسه مهربان کردن برادرها گپ زدم. فقط وقتی آن آمد که این صحنه زیبا برای ما و شما آراسته شده است، سرجم رقص و بازی کنیم و خوشی و خرسندی کنیم. همه کسا سرجم رقص میکنیم. یک خرسه که برای ما همین جمع‌مندان رو میزنیم و همین که سرجم خوشحالی میکنیم، رقص و بازی میکنیم. من در اینجا دیده ایستادم. همین ناحیه دنقرمان از تمام دیه‌ها هستن. های سمتودا هستن، ای جرتپا هم هستن، ای خجاوک هم هستن، ای تمامی همین قشلاق‌های همین ناحیه‌مان هستن. در همین مرکزمون، در همین شهرکی دنقرمان سرجم خوشحالی میکنیم و رقص و بازی میکنیم. یک بار دیگر نوروز مبارک باشد. سخن نوبتی را به نائب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور سلامیان محمد داوود میدهم. مرحبا استادی. علم دولت نوروز و صحرا برخاست. لشکری زحمت سرما سری ما برخاست. هر کسی رو هوسی روی گل در سر شد. گوی این ولوله از عاشقی شیدا برخاست. نوروزی بزرگ، نوروزی بین المللی، نوروزی شما، نوروزی گل و گلها و همه شما مبارک و فرخنده بود. من نخست از نام پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، روزی وابسته اکادمی ملی دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور خوشبخت‌زاده خوابیجان خوشبخت، همه شما را صمیمانه به این جشن فرخنده و این جشن زیبای طبیعت و این جشن انسان دوستی و بشر دوستی صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم و بار دیگر اصرار ما را مینماییم که پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محترم خوشبخت‌زاده خوابیجان خوشبخت همیشه در فکر و یاد شما هستند و در همه چهاربینی‌های شما شخصا اشتراک میکردم و با سبب در سفر خدمتی بودم نتوانستم که در اینجا شرکت کنم و برای شما چنین یک تحفه های خیلی گوارا و زیبا رو آراستم و این میز زیبایی که است با تشبوسی به واسطه پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محترم خوشبخت‌زاده خوابیجان خوشبخت آراسته شده است که خوابیجان خوشبخت‌زاده یکی از پیروانی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم بی‌عمری رحمان هستند که در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت مملکت برای رشد این کشور امروز زحمت میکشند، تلاش میکنند و برای آنکه زندگی شایسته هر یک نفر تامین گردد کار و پیکار میکنند و برای راهنمایی علمان همیشه آماده هستند و صمیمانه این بین المللی نوروز را که در آغاز آن یک اقدام بشردوستانه پرزیدنت مملکت ما عملی گردید. یک پدیده اینه که فضای کشور ما را دوباره صلح‌آرام کرد، صلح‌آور کرد و عمل آمد که این سازشنامه بین کشورهای تاجیکستان و ازبکستان برای دوستی ابدی، این دوستی ابدی برای هر قدم ما مبارک باشد. این بار دیگر نشان داد که در زمینه سنت‌های نوروزی پرزیدنت کشور ما در عالم همچون یک رهبر انسان دوست، بشر دوست و برای صلح مبارز بوده رو نشان داد. صلح پایدار و نوروز برای هر قدم شما پیروز و مبارک باشد و رهبر دولت همیشه
برای شما که امکانیت‌های محدود دارید و امکانیت‌های مخصوص دارید همیشه مراجعت میکنند که شما تنها نیستید. یعنی سایه‌مان شما، رهبر شما، پدر هر کدام شما امروز پرزیدنت مملکت اساسگزار سازمان وحدت ملی محترم امامعلی رحمان هستند و همیشه برای حکومت و دستگیری آماده هستند و همه را راهنمایی هدایت میکنند که با شما همراه باشند. بار دیگر این نوروز فیروز ما با همتون مبارک و بخیرآمد میگیم. خب سخن و رهبری جمعیتی معیوبان داده بشود. برنامه خاصه بزنید بخاطر السلام علیکم حضور محترم دوستان گرامی قدر. تشکیلات اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان میباشد که این سال 35 سالگی‌اش را جشن میگیرد و ما خصوصا از آن هستیم که در 42 شهر ناحیه‌های جمهوری عزیزمان نمایندگی داریم، از آن جمله در ناحیه دنگره و اینجا نمایندگی اتحادیه را مجموعاً نشون میدهد، معرفی میکنند و در 3-4 سال اخیر دیده استودیم که تماما فعالیت حرکت شخصان معیوب داشته در این ناحیه از پیش یک چند مرتبه بهتر و خوبتر شده است. ما از مقامات اجرایی حکومت دولتی بین‌المللی می‌کنیم که در ولایت خرطوم نخستین ناحیه دنگره در نزد رئیس ناحیه مشورتچی از حساب شخصان معیوب داشته قبول کردند و این علاقه تجربه در دیگر شهر ناحیه‌های ولایت خرطوم رفته صحبت و خود علی اسدالله زاده اینجا با اشتراک دارد. این نیز یک دستاورد است که در اساس و پرتو سیاست خردمندانه پیشروی معظم ملت منتشر شده است. از اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان علاقه سال‌های دراز از روی شورای جمعیتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد و ما دائما احساس میکنیم یک توجه خاصه پیشروی معظم ملت نسبت ما. برای همین امروز یک روز زیاد نمیکنیم. من صدقا می‌ندارید خدا از مقامات اجرایی حکومت ناحیه دنگره میگوشته از بزرگان محترم که در حقیقت شما یک نویگری در این زمان هستید که بگوشته شخصان معیوب هم از اون آنها احساس میکنیم و صدقا هر یکی ما به شما می‌ندارید خود را بیان میکنیم، به شما موفقیت ها پیشروی ها تمنا دارم. بگذار خداوند کنه که باز نوروز دیگر ما یک جایه باشیم و همون سیاستی که روبر ما دارد پیش بریم و وطن عزیزمون رو از این هم بیشتر و بیشتر بگیم. تشکر بسیار. نوروز مبارک برای همه. تشکر بزرگ از محترم معلم خواهش می‌کنیم که یک سپاسنامه آماده کردن برای سپردن سپاسنامه مساعدت بکنید. خلال اتحادیه ملی معیوبان در ناحیه دنگره سپاسنامه برابر اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محترم خوشوقت‌زاده کاملجان خوشبخت برای دستگیری فعالیت تشکیلات همکاری پیوسته با سپاسنامه قدردانی کرده می‌شود. تصویر می‌کنیم پس با همین مضمون سپاسنامه برابر اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان محترم عبدالله ذکرخدایویچ اسدالله ذکرخدایویچ برای دستگیری فعالان همچنین شامل با همین مضمون سپاسنامه برای رئیس ناحیه دنگره محترم سلامزاده سجایدین
سپاسنامه به همین مضمون به راهبر اسوسیاسیون بلاگران تاجیکستان محترم مجید بختیار. یک توفه که هم باشد سخن در این دوستان خواهش کردن که برای روزگاری در اخیر سخن را بسان به معاونی رئیس نماینده محترم حکیمزاده زورو بدیم. سلامت باشید. من یک بار دیگر ایثار سپاس و منتگاری به یکایک شما بیان میکنم. بنابر سبب بعضی مسائل کاری برآمده من با اجازت شما میروم و اشتراکی که گفتند همه جا انجمن نوروز است. تاجیکستان وطن نوروز است. همتون مبارک باشد. تشکر زیاد شما را کارمندا بگیم به وقتی خدمتی خوشون داره دوستا در این شرکت ورزیدن. دوستان عزیز در آخر سخن به نماینده جمعیت نمایندگان تاجیکستان صادق و اسرافیل داده می شود. مرحمت. تشکر زیاد. سلام و درود و هموطنان همکاران و همش جایی خوششان سخن سرودن. منم نفسیم با همه این سخنگویان همراه هستم و سخنم را زیر میکشیم. با سپارش رئیس جمعیت نوین تاجیکستان آرمان جانتیبی بیایش هم مقامات سپارش دارید از نام رئیس جمعیت نوین تاجیکستان همه شما رو با این ایدی نوروز اجان ایدی میامانی با تبریک تهنیت و شخصا از نور خودم به همه شما خوشبختی در شخصیت شما به هر عائله شما خوشبختی سلامتی عمر دراز مبارکه خدا کند که نوروزهای آینده همه ما و شما در همینجا جمع باشیم یکدیگر را تبریک کنیم سمت و سرود بلند باشد ما و شما رقص بازی کنیم و با همه همین چیز خوشنودی چیز همه وقت کنیم ما و شما خوش و خرسند سلامت باشید تشکر زود میگیم دوستان عزیز اینک فرصتی اون است دستی همگان در این زیر سرود نمیشین و رقص ما شده و خرسندی کنیم. این لحظه ها باز هم با کمال میل روی صحنه هنر میخونیم. برفی نبان اگر آماده باشند رشته بعض در اختیار شما هستند. همگان بزمی بین آید گرمی شما را منتظر هستند. میرقصیم میبازیم شده و خرسندی میکنیم. Gracias.